آقا با پارتنرت رفتی بیرون، همش داره چرتکه میندازه، جوری باهات رفتار میکنه که انگار اصلا قرار نیست بخشی از درآمدشو برای بودن در کنار تو بذاره و صرف کنه. ببینید، واقعیت اینه مردی رو برای رابطه انتخاب کنید که حتما بیاد بخشی از درآمدش رو صرف بودن با شما و هزینه کردن برای شما بکنه. چرا؟ یه وقتایی میگیم که خب ما خودمون مستقلیم دیگه، از پس هزینه‌های خودمون برمیایم و توی شروع رابطه یا اصلا توی کل دیت من توقع ندارم که پارتنرم بیاد هزینه‌های منو بده، اصلا دنگی میریم بیرون. این غلطه. چرا؟ چون حتما باید این احساس رو در طرف مقابلت به وجود بیاری که نسبت به تو مسئولیت مالی داشته باشه. این آدم اگه اینجوری بره جلو، مطمئن باشید توی ادامه رابطه، توی زندگی زناشوییتون هم نسبت به شما احساس مسئولیت نمیکنه ولا غیر، و شما نمیتونی بعداً اینو به خوردش بدی، چون دیگه چیزی که میبینی همینجاست. شروع رابطه داره به تو میگه تو با کی طرفی. همراهان عزیز و ارزشمندم، اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودید و تا به امروز از دنبال کننده های کانال من بودید، خوشحال میشم که این ویدیو رو برای عزیزانتون اشتراک گذاری کنید. لینک کانال رو این پایین گذاشتم. دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن حتما کانال رو سابسکرایب کنند. هفته‌ای 2 تا 3 بار ویدیوهای آموزشی بارگذاری میشه، میتونید دریافتش کنید. علامت زنگوله رو بزنید که بلافاصله بعد از اشتراک گذاری یوتیوب به شما پیام ارسال میکنه. مرسی که همراهید. یه چیز جالب بهتون بگم، توی بحث تکاملی و توی گذشته های ما همیشه از مردان شکارچی صحبت شده. مردان شکارچی کسایی بودن که برای مراقبت و حفاظت از خانواده بچه هاشون میرفتن شکار رو میوردن تحویل زن و بچه میدادن که توی خونه مصرف کنن، همه استفاده کنن با هم. مردان شکارچی در واقع تعبیری از مردان قهرمانی بودن که جشن شکار خودشون رو تقدیم خانواده میکردن، یعنی برد خودشون رو به اشتراک میذاشتن، برد خودشون رو تقسیم میکردن بین خودشون و اعضای خانوادهشون. این کاملا درسته که ما زنها به قدری آگاهیم و به قدری قدرتمندیم که میتونیم توی رابطه توان مالی داشته باشیم و خودمون خرج خودمون رو در بیاریم، ولی زمانی که با پارتنرت وارد رابطه میشی اجازه بده که بخشی از مسئولیت‌های مالی رابطه رو حتما بر عهده بگیره، چون قرار اون مرد، اون آدم نسبت به شما به مرور احساس مسئولیت بکنه، به شما ارزش گذاری بکنه توی رابطه. خب اینجا ما نمیگیم بیای مثلا رابطه رو تجاری و مادیش کنید، من میدم تو هم باید پول بدی و کلا از این دست بدیم از اون دست بگیر، ما این شکلی نیست. ولی میگم توی رابطه مفت سرویس نده، توی هر رابطه‌ای که هستی، نه اینکه با دوست پسرت تنها، تو با همسرت هم در ارتباط هستی مفت سرویس نده. یه جاهایی بیا وقت تو بذار، هدیه تو بده و اون انرژی که میذاری برای اینکه خودت هم توان مالی داشته باشی، بیا از مادیات خودت، از توان مالی خودت هم بذار وسط رابطه، ولی از همسرت هم توقع داشته باش. ببینید، نشونه های پارتنر خسیس رو بهتون میگم که توی شروع رابطه این آدما رو بشناسید. حالا اگه خواستید کات، اگر هم نه که دیگه باید قوانین رابطه با اینجور آدم رو بپذیرید. اول از همه اینجور آدما برای بیرون رفتن معمولاً پیش قدم نمیشن و نظرشون اینه که اصلا هزینه الکی نکنیم، به جاش بریم توی پارک قدم بزنیم، گالریای رایگان رو مثلا بریم ببینیم، اگه بلیت ورودی موزه رایگان باشه معمولا موزه رفتن رو پیشنهاد میدن و کلا گشت و گذارایی که خیلی پاشون هزینه نیفته. این یکی از نشونه هاشه، آدمایی که زیاد حساب و کتاب میکنن توی رابطه. مورد بعدی این که سعی میکنه شوآف داشته های مالیشو براتون بیاد. مثلا میگه من این بنزمو نمیارم بیرون برای اینکه ترافیک خیلی سنگینه، به جاش با این ماشین دم دستی میام دنبالت.
و مدام از چیزهایی صحبت میکنه که شما اصلا نمیبینی و عملا متوجه نمیشی که این آدم اصلا اینو داره نداره، فقط توی تصوراتش سعی میکنه که بالا بالا و گنده گنده حرف بزنه. شما کارهایی که باید بکنید در مقابل همچین آدمی، نمیتونید ازش یه آدم شکارچی بسازید، ولی تکنیک های رفتاری که توی رابطه به دردتون میخوره مهمترینش اینه که با این آدم شفاف باشید. یکی از ایراد خانم ها اینه که خواسته ها و چیزایی رو که انتظار دارن مستقیم ابراز نمی کنن و میشینن میگن که من توقع دارم همسرم بفهمه سالگرد ازدواجمونه، حتما باید خودش گله رو بگیره بیاره. این مردا ذهن شلوغی دارن، از سر کار اومده خسته و کوفته با همکارش بحث کرده، تو توقع داری که تاریخ مثلا ماهگرد ازدواجتون یادش بمونه. خب نمیمونه دیگه. یه جاهای یه نشونه، یه پیامک، یه یاداوری، یه عشقم ماهگردمون مبارک، عشقم سالگرد ازدواجمون مبارک بفرست براش و بهش یاداوری کن، یادش بده. خیلی وقتا ما باید خودمون اون آدم رو هدایت کنیم تا اینکه نیازهای ما رو و توقعات ما رو متوجه بشه و خواسته هامون رو بشناسه. مورد بعدی، بیایید تو رابطه با پارتنرتون یه جور توازن مالی ایجاد کنید. مخصوصا اگه تو رابطه با یه آدم خسیسی اصلا سالها دارید زندگی میکنید، اصلا همسرتون خسیسه، بیایید برنامه ریزی کنید، یعنی تقسیم بندی کنید. اگه هر بار تو کادو میگیری این کارو نکن. اگه قراره یه سفر گروهی برید یا اینکه برای تولد بچه‌تون یا تولد مثلا یکی از دوستان مشترکتون هدیه بگیرید، حتما مشخص کنید که خب تو چقدر هزینه میذاری وسط، یعنی عنوان کنید و از طرف مقابل بخواید که نقش تو این وسط چیه، نقش من اینه و شفاف سازی کنید و اینجوری وقتی تقسیم کنید نقش های مالی خودتون رو، احتمالاً کمتر با اون رفتارهای خیلی افراطی خساست اون شخص مواجه میشید. و نکته آخر، توی رابطه با آدمای خسیس از جملات اینچنینی استفاده کنید. ببینید وقتی تو کار ناخواسته ای انجام دادی، من حس کردم که دوست داشتنی نیستم. وقتی تو این کار رو انجام دادی، من احساس کردم که احساست رو عنوان میکنی. اینجا باعث میشه اون آدم متوجه اثرات رفتارهای خودش روی شما بشه و وقتی از این تکنیک ساندویچی مثبت استفاده میکنید توی کلامتون، طرف احساس نمیکنه که شما گلایه مندید، فکر میکنه که دارید ابراز احساسات میکنید و ناراحت شدید و اینجوری که دنبال شکایت باشید همچین برداشتی رو از شما نخواهد داشت، گارد نمیگیره. امیدوارم مطالب امروز براتون مفید بوده باشه. لینک رو این زیر براتون میذارم. خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و لینک رو برای دوستانتون ارسال کنید. سوالاتتون رو با اشتیاق توی کامنت میخونم. مرسی که همراهید.